سلام. حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اشکان صادقی هستم، دوبلور، بازیگر، نویسنده، کارگردان. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. باز با یه مستر بیست دیگه برگشتیم توی کانال من تا بتونیم با شما در ارتباط باشیم و حال کنید از این دوبله‌ای که برای این کار زدیم و همینطور خود اثر. خود به هر حال واقعا ویدیو درست حسابی 5 تا دختر و 5 تا پسر رو انداختن تو دل جزیره خطرناک، گفتن آقا برید واسه خودتون حال کنید، زندگی کنید. البته یه ذره همچین دیوارکشی کردن دیگه، دخترها یه ور پسرها یه ور، سر $500,000 دارن مسابقه میدن. یعنی این پول بذارن وسط، من الان آب و حوزم میکشم، پیرزنم خفه میکنم خودم. یه دوبله خیلی تخصصی، وسواسی و خیلی باحال برای بچه‌ها که با صداشون خاطره دارین توی این کار هست و زدیم. امیدوارم که دوست داشته باشین. بریم سر وقت ویدیو. آماده این؟ برو بریم. قبل از اینکه بریم سر وقت ویدیو، تقاضا میکنم که حتما لایک، سابسکرایب و کامنت فراموشتون نشه. چون ما از شما نیرو میگیریم، ما از شما انرژی میگیریم و دوست داریم که ادامه راهمون باشید. بریم ببینیم این ویدیو مستر بیست توش چیکار میکنه با این برای بچه‌ای که تو جنگل ول کرده. من الان 5 تا مردم وسط حیات وحش ول کردم. البته میدونم مختلط گناهه، ولی هر تیم بیشتر از یکی دمو میاره $500,000 میبره. 3 روز وقت دارین تسلیم بشین. همه پول مال ماست. این طرف جنگل واسه شماست و این طرف هم واسه شما و به هیچ عنوان حق رد شدن از مرزتون رو ندارین، وگرنه حذف میشین. حالا بریم واسه شب اولتون آماده بشین. حسابی مراقب خودتون باشین. مردان یا زنان، ببینیم کی برنده میشه. حاجی دخترا به گرد پامون باز اگه یکی دو تا نرداشتن یه چیزی. به نظرتون مردا دارن چیکار میکنن؟ احتمالاً مامانشونو میخوان. قراره که به فنا بریم تا وقتی که شکممون پر باشه چیزیمون نمیشه. حق گفتی. آخه توس فرنگی هرچی این دور بر پیدا کردین جمع کنید بخورید. الان دارم پناهگاهمون رو تصور میکنم که قراره بسازیم. همینجا خیلی خوبه بچه. عجب جای حقیه. کیلومترها اون طرفتر دخترام داشتن جاشونو پیدا میکردن. آب اینجا خیلی کثیفه، داریم مسیرش رو دنبال میکنیم. امیدوارم به جاهای تمیزش برسیم که اسکان کنیم. حالا شد همینجا بهترین جاست. شاید همه چی الان خیلی گل و بلبل به نظر برسه، اما این چالش احتمالاً ظالمانه ترین چالشی بود که تا حالا ضبط کردم. من نیستم، واقعا پشیمونم. اینجا شرایط خیلی سخته. حاجی دیشب صدایی میومد اینجا اصلا هم نیست. خیلی خوب، ببینیم واسه خوردن چی داریم. میوه، آجیل، سوسیس، همش گوشته. به همشون یه بطری آب خوردن و لوازم ضروری برای بقا دادم. غذامون خیلی زیادم نیست، باید ببینیم با اینه چقدر میتونیم دووم. شنوندگان عزیز توجه فرمایید. داریم میفرمایید. جون بگو. میخوام مطمئن بشم که همه قضیه رو خوب فهمیدن. آقا من مشکل دارم با این لباسای مستر بیست. آخه این چیه؟ مثلا این جنگلی تیپ زده؟ به خدا این با تاناکارایی توی تهران در ارتباطه. میگید نه حالا بعداً گندش در میاد. این همه ثروت دارن، پول ریختی تو اون یارو تانکره، این لباسته آخه. من میگم گلدیزون کنیم براش دو دست لباس بخریم. تفلک سلیقه نداره. برای اینکه جذاب ترش کنیم هر کدومتون هر وقت که بخواید میتونید از مسابقه خارج بشید. و با این حال اگه تیمتون ببره سهم خودتون از جایزه ببرید. اینجوریشو ندیده بودم. کی ندیده؟ دیگه تصمیم با خودتونه که بمونید و به تیمتون کمک کنید یا اینکه تیمتون رو ترک کنید تا آسوقه کمتری مصرف بشه. ضمناً در طول مدت این چالش خانم‌ها نمیدونن چند نفر از آقایون و آقایون نمیدونن چند نفر از خانم‌ها باقی موندن. کاملا استراتژیکه. خیلی خوب، از برابری خوش بگذره. واقعا مصرف 2 نفر و 5 نفر خیلی فرق داره. یعنی قراره با 1-2 نفر ادامه بدیم؟ اول باید همه چی آماده کنیم. هر کی میخواد از اینجا بره، من مقاومتی ندارم. ولی من تا دسته مقاومت میکنم. داداش میشه تا دسته نه؟ خب دیگه به نظرم باید با برنامه بریم جلو. 100% کارامون میشه. دخترها شیرن مثل شمشیرن. هی هر جفت تیم‌ها بقیه روزا صرف ساخت و پاخت پناهگاهشون کردن تا اگه یه وقتی بادی طوفانی جزئی چیزی اومد مشکل براشون پیش نیاد. پسرمون واسه نزدیکترین شاخه رو کردن. اونمری عشق میکنین چی ساختن؟ عمرم ساختن؟ بتونن همچین کاری بکنن. حالا نه اینجوری، ولی دارن یکی بهترشو میسازن. بریم بالا. دارم سعی میکنم واسه یه شب آتیش درست کنم. آره مطمئنم تو الان از پسرا جلوتری. اصلا بریم. شب اول که این باشه بقیه روزا چی بشه؟ خدا بخیر بگذرم. شب اول کم سخت بود ولی خیلی طول کشید تا خوابمون ببره. صبح خیر. واسه دیوارای چادرمون شاخه‌های بیشتری می‌خوام. خونمونو با هم میسازیم. شرط میبندم کارمون از پسرا بهتره. داریم میزنیم به دل جنگل چون او نداریم. پسرا واسه رسیدن به آب قابل شرب باید کیلومترها برن تو فیا خالدون یه مرداب. کاش دخترم کارشون سخت باشه. ناس دارم این تو اصلا هیچ چیو نمیشه. من نمیخوام آب مردابو بخورم. روز دوم مجبور شدیم یه 2 کیلومتر یورت بریم. بعد از ساعت‌ها گشت و گذار پسرا بالاخره تونستن به منبع آب دسترسی پیدا کنن. بالاخره رسیدیم. استراتژی خانم‌ها جالب بود. اینکه چند نفر رو به دست
دست خودشون حذف کنن تا باقی موندهشون آذوقه بیشتری براشون بمونه. اگه به عنوان یه تیم بخوایم این بازی رو ببریم باید اینو بدونیم که اصلا نباید ریسک کنیم و خیلی سریع تعدادمون رو کم کنیم. به نظرم تا آخرش حداقل باید 2 نفر تو بازی بمونن. خب معلوم بود که قراره 2 نفر کیا باشن. فدرا و جولیا در واقع اینجا مامانمون محسوب میشن و ما اینجا به حرفاشون گوش میدیم و هر کاری بگن انجام میدیم و بهشون کمک میکنیم. اما پسرامون بیل میرم نمیدونستن اصلا چی میخوان. ما عمرن نمیتونیم اینطوری ادامه بدیم. من فکر میکنم سیاستی که دخترها دارن از همینجا داره معلوم میشه چی کاره هستن دیگه. اونور پسرا ولی همونجوری که گفت واقعا بیل میرم. من هیچ برنامه درست حسابی نداریم. 5 نفر تعداد خیلی زیادیه واسه اون مقدار آذوقه و مشخصا هر چه زودتر باید تعدادمون رو خب کم الان روز 4 من و جاشم با هم دیگه حرف زدیم قراره کارا رو ما بکنیم و بخش تفریح و سرگرمی با بقیه باشه. من و تیجی مسئولیت‌ها رو به عهده گرفتیم و میاریم و میبریم و میسازیم و میشوریم. اون وقت اون سه تا همونطوری اونجا وایسادن و دارن دست به سینه نگامون میکنن. جاش نمیخوای بگی کی قراره بلون چرا؟ خب کی؟ گندبک تو میدونی؟ نه. یا اینم گوش نشه. زبون تو مش خورده نه؟ هنوز یه هفته از شروع نگذشته بود که پسرا شروع کردن همینجوری ریدن با. جاش هم که گشاد کرده و هیچ کاری نمیکنه. اون وقت ما باید اینجا تنگ کنیم و کلی انرژی حروم کنیم. خیلی اینجا آره. یعنی خوراکشونه پسرا واقعا. فقط همین دیگه. اصلا گشاد کنن و راحت و اصلا یه اتفاقی که میفته اینه که برای همین ما هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنیم دیگه. یه عالمه حرف میزنیم عملگرا نیستیم. عمل هیچی. از اون وقت خانم‌ها رو شما دقت کنین چجوری خر خودشون از پل پیش میبرن. حرفش خیلی درد داشت. اگه کالری هم سوزونده باشه سر اون کله ملقاییه که جلو دوربین میزنه و رخ عقاب میگیره و این حرفش باعث میشه که اصلا شک کنم که ادامه بدم یا نه. فشار فضا انقدر بر گردشون سنگینی میکرد که میخواستن برگردن. خانوما میخواستن این کارو بکنن اما تصمیم کاملا برنامه جوره بندی کنیم. هنوز زوده به نظرم هنوز زوده. دیگه وقتشه به عنوان یه تیم 1-2 نفرمون رو به هدف برنده شدن بفرستیم خونه. این مقدار غذا واقعا برای 2 نفر کمه، پس تصمیم گرفتیم من برم خونه. هانا صحبت میکنه، من آماده خروجم. باشه نگران نباش. خیلی سوسکی بدون اینکه پسرا بفهمن میام برات میداریم. وقتشه بریم ماشین گنده سواری. داریم میریم واسه خروج اولی شرکت کنم. خارج شدن من استراتژی تیممونه که خب منطقی هم هست. اینطوری بقیه غذای بیشتری دارن. پس باشه که وقت رفتنه. میخوام ببرینا. خیلی خوب. اگه تیم خانم‌ها ببره تو بیشترین بهره بردی. یه هفته بیشتر نموندی و 100,000 میدونم الان بیننده‌ها میگم منم بودم همین کارو میکردم. حالا خداییش خیلی خرشانس بود. چون از فردای خروجش اصلا انگار ما تحت آسمون باز شده بود. همینجوری بارون میومد. برای همین همه بعد پناهگاهشون به کار ادامه میدادن. نمیتونیم با همین تعداد استفاده از آذوقمون ادامه بدیم. که رسید تصمیم گرفتم یکم پیچیده ترش کنم. اگه تا ویدیوهای من دیده باشه میدونی که یعنی وقت چالش. اونم اینه که هر 10 روز یه بار هر کدوم از تیم‌ها باید نماینده‌شون رو بفرستن تا با نماینده تیم حریف دیدار کنه. و میدونید که لیدیز فرست مانکیز نکست. سلام. اینا که همه پلنگ صورتی هستن. مطمئنم خبرای خوبی داری. قطعاً بابا. باید نماینده انتخاب کنین که بره پیش یکی از پسرا تا سر یه جایزه رقابت کنن تا یه ساعت دیگه هر کدومتون رو می‌خواید بفرستین دم پل. اینجا قراره برنامه جذاب‌تر بشه. ما فدرا رو می‌فرستیم. بریم ببینیم پسرا اونجا چیکار می‌کنن. به کمپ مردان خوش آمدید. اوه چقدر رسمی. می‌خوام یه نفر از بین خودتون انتخاب کنین که تا یه ساعت دیگه بیاد دم پل اونجا پیش من. ها؟ به اتفاق آرا پاتریکو می‌فرستیم. حاجی مثل سگ به خودم مطمئن. راستش یه کوچولو ترسیدم. بیاین اینجا. اوف چه سیسی هم گرفتن. فکر می‌کنین کی برنده میشه توی مسابقه؟ پسره نگاه کنیم حالا. تبریک میگم به روز 10 رسیدین. احوال شما بانو؟ خیلی خوبه. یادتون باشه که هیچ کدوم نمیدونن از تیم مقابل چند نفر باقی موندن. به نظر چند تا از خانوما هنوز باقی موندن؟ سرپرش 3 نفر. تو چی به نظر چند تا مرد موندن؟ منم میگم 3. و جالبه که هر دوشون داشتن دور کرسی شعر میگفتن و تا وقتی که این بازی به طور کلی تموم نشده هیچ کدومشون قرار نیست اینو بفهمن. چالش ما ساده است. قرار نوبتی با اون هدف تیراندازی کنید در حالی که بهش کیسه پر از مواد غذایی فاسد شدنی هست. و اگه نتونین بزنینش میره اون سمت و رقیبتون تیراندازی میکنه. حاجی من تیراندازیم درجه 1. الان که فکر میکنم شاید من بعد به جای پاتریک میرفتم. فدرا دخلشونو میاره. بدون شک. هر کدوم شیر یا خط بندازه شیر اومد اول تیر میندازه. نره تو آب. نره تو آب. خیلی خوب برو جلو. تیرانداز برو تیر کمتر زندگی بهتر. اصلا خیلی با تجربه یا. تیر منم نیست. خیلی خوب. انگار فینال جام جهانی. یاره همینه. به تیر رفتیم. مثل واقعا اولین بارشه. آجی این چی بود دیگه؟ خب خراب کرد. طرف بره سمت خانوما. خانم دست به تیر شد. یا ابوالفضل شورتو در بیارم. این یعنی دیگه تمومه. پارمیدا فدرا خانوم چشم و امید تمام تیمت به تونه. میتونی بازی رو ببری؟ یا سوک.
عجب تیراندازی که چه هدفگیری. این قشنگ معلوم بود از قبل بلده دیگه این چیزا رو. پسره اصلا کلا یه شعب رو گرفت خربوسن. حاجی پشمام، انگار داریم هانگر گیمز میبینیم. بفرما مال شما. بریم به سلامتی پیروزی. حالا بریم سراغ پسره. میدونم ریدا. آره. از اونجایی که شما واسه موندن به کلی یعنی غذا الان منم نیاز تو داریم. تیمتونم. بگذاریم تو برش. تو بارون کل روز زیر پناهگاه بودیم و کلی از آذوقمون رو استفاده کردیم و همه این خوراکی ها بعد چند روز فاسد میشن. این یعنی مواد خوراکی ان ذخیره نمیشن. یعنی همین الان میری؟ آره. من که تو اینجا اومدم برگشتنی میبرم. خب پس بریم. بعد از شکلات خوردن رسید وقت کیس و بوس و دست و لیس و خداحافظ نیباز. اون بیرون میبینمه. تعداد اعضای تیم خانوممون به 3 رسید، در حالی که تیم آقایون هنوز به طور کامل پرپیمون بود. مطمئنم که این مسابقه رو میبریم. منم همینطور. و هانا هر یه نخور 10 تا بخور پاش نشسته. غذا هم بیشتر شده. روحیه دختر بهتر از این نمیشه. واقعا حس خوبی دارم، به شدت امیدوارم. واقعا داریم سعی خودمون رو میکنیم. واسه همین کوچکترین چیزا نوش مثلا جان. همین خیلی ارزشمنده. هرچند که وقت پسرا انگار برای تیجای خیلی سنگین تموم شده. خیلی دارم سر این مسابقه تیراندازی خودخوری میکنم. همه فکر میکنیم که کاش من باید میرفتم. پاتریک میره. باید همون موقع داوطلب میشدم. وقتی از رو صندلی داشتم تماشا میکردم و اون تیر کمون اون گوشه دیدم، فهمیدم که من باید به جاش میرفتم. اما دیگه این دفعه نوبت منه. ولی از اونور تو کلبه دخترها پر از فراوونی و نعمته. پسرا دارن سعی میکنن یه چیزی برای خوردن پیدا کنن. قشنگه. گرفتم. به مولا که اینجا بینم. آخ باسنم. اما خب هیچی ندارن که بخورن. آذوقه ای نیست. دیگه داشتن کم کم ناامید میشدن. کامران داداش خیلی خوشحالم که اینجایی. شاید تو نگاه اول فکر کنید گشادم، ولی این ریشه ذهنی داره، چون به نظرم نای ادامه نداره. انگار کامران دیگه فشار اومده بود به چند جاش و با اینکه سمی سعی میکرد بهش کمی روحیه بده، صبح روز دوشنبه تصمیمشو گرفته بود. از شدت بیخوابی دارم شعر میگم. فکر کنم دیگه به آخر خط رسید. بهت افتخار میکنم داداش. ادامه بده پسر. خداحافظ کامران. خیلی ضد حال بود که امروز کامرون از دست داد. واقعا روز تلخی بود. یه چیزی که همیشه فوبیا دارم تو جنگل و اینا گیر کنم مثل اینا. الان من نمیدونم پشت صحنه‌شون چی جوری میگذره. اینا همون چی جوری میرن؟ دستشویی چی جوری میرن؟ دستشویی بزرگ چی جوری میرن؟ براتون سوال پیش نیومده؟ من فکر می‌کنم این طرف و اون طرفشون پر عوامل و آدم و اینجور چیزاست. نمیدونم به اینا بعد بگذره. درست کردن برنامه رو من و شما حال کنیم. ها؟ نمیدونم. ما این فقط پسرا نبودن که یه خروجی داشتن. امروز نوبت تالیاست. قراره دلمون کلی براش تنگ بشه. همینطوره. این طرف دخترها رو برنامه و با هدف بردن 500,000 تا از بازی خارج می‌شدن، اما پسرا اون طرف تحمل موندن دیگه نداشتن. واقعا خیلی به چخ رفتم این مدت، البته که شوک‌گذار این موقعیت هستم. دیگه دارم رد میدم. به نظرت میتونی تا چالش بعدی تحمل کنی؟ نه دارم از هم میپاشم دیگه. بیا بغلم داداش. اصلا نباشی. بعد از اینکه باقی مونده انرژیش هم خرج ارتقای پناهگاهشون کرد، پسرا خوابیدن و فردا صبح بهمون زنگ زدن. چه خبر ناشیا؟ چی شده تک انداختی؟ چطور بگم جیمی؟ نمیخوام ادا در بیارم، ولی دیگه واقعا نمیتونم بچه. خیلی خوب باشه، تا ماشین بدرقش کنیم. سمی که داشت دیگه واسه بار آخر اونجا رو ترک میکرد، یه هدیه واسه بچه‌ها گذاشت. تیشرتمو میخوای؟ شورتتم میخوام. که اونم لباس تنش بود. بکن بودو ببینم. بابا دیگه خشتک مشتکی بابا رو در آوردیم، بذارید. آره دیگه میتونه. الان که سوار ماشین شده یعنی دیگه رسما از بازی خارج شده و داره از اینجا رتته. تو 2-3 روز 2 نفر تصمیم شدن، 2 روز دیگه نشه ببینیم شده یه نفر. فقط 2 هفته از شورش حالش گذشت و نصف شرکت کنندگامون رو از دست دادیم و اوضاع داره بدتر و بدتر میشه. به اون ماشینی که اومد و سمی و برد که نگاه می‌کردم احساس حسادت کردم. فکر نکنم بتونم تا تهش برم. حالا که جاش هم برفتم فکر میکرد دیگه یه طوفان بزرگم یهو پیدا شد که تر بزنه به همه چی. اوه از اونجا داره چکه میکنه. برخلاف دخترها که میتونستن در کمال آرامش و دور از بارون بخوابن، پناهگاه پسرها خیلی توانایی مقابله کردن با بارون رو نداشت. اصلا نمیخوام اینجوری تمام شه. و قسمت بعد ماجرا این بود که این وضعیت 2 روز ادامه داشت. بارونیم دیگه جواب نبود و کل بدنم خیس آب شده بود. یعنی از لباسم گرفته تا کل پاها. فکر کردم که دیگه آماده رفتنم. بارون خوشگل ما بالاخره بند اومد و مامانی فدرا داره واسه امروزمون صبحونه حاضر میکنه. بارون زمینات تر میشه، گل ساجونام قراره خر میشه. سوپ عالی. شرط میبندم پسرا عمرن بتونن همچین غذایی داشته باشن. مطمئنم. خبر بعد، بزرگترین دشمنم پیدا شده.
پیچک سمی همه جا پخش شده و دردش خیلی خیلی زیاده. دیگه دارم فکر میکنم که وقت رفتنم رسیده. به نظر من وضعیت ما از مردا بهتره. از کجا میدونی؟ کمتر کسی میتونه این همه مدت رو دووم بیاره. رفقا باید یکم حرف بزنیم. کارهایی که میخواستم بکنم و دیگه انجام دادم و به نظرم از اینجا به بعد دیگه باید برم. اون روی خودخواه هم الان داری میگه که حالا که تو میری من غذای بیشتری دارم. سلام، جاش صحبت میکنه از گروه مردا و میخواستم بگم که امروز آماده رفتنم. و به همین فضاحتی جاش اینو خورد به راحتی. جاش پسرم ازم بریم کار، بریم چاک جاده رو پاره کنیم. راستشو بخوای به نظرم الان وضعیتمون بهتر شده. خب حالا غذای بیشتری برای دووم آوردن داریم و تازه چالش‌ها هم هنوز موندن. روحیت تو حلقم. ببینم تو چالش دوم چی کار میکنم. امروز چه روزیه؟ چنده؟ یک شنبه. نه خیلی گوله من روز 20 این یعنی وقت چالش دومه. توجه کاپیتان انتخاب کنید و بفرستینش اینجا. خیلی خوب. کفته. من از اینجا تشویقت میکنم. ممنونم عزیزم. اومدم بهش نشون بدم که هیچ جوره نمیتونه ببره. از اونجایی که جفتتون اولین بارتونه بعد بگم که پاتون از خط رد کنید آقا حذف میشین که این یعنی تیم مقابل شانس بیشتری برای برد داره. خب بعد بگم که اینجوری نمیشه، یه چیز بده بذارم این وسط. من موندم چرا این کارت به کارت نمیکنه این پولا رو. حتما بعد اسکناس بیاری چون جنبه دیداری داره. خیلی دیگه اسکناسه. دوران کرونا من یادمه که اصلا اسکناس از دور دیگه ورداشته شد. الان همه دیگه میریزن به حساب. اونم که کردیت کارت دارن. چی واسه این همه پول میخواد نشون بده؟ عقده است. این همش عقده‌های کودکی به خدا. دیگه لازم نبود گلدون از جاش بکنی. سلام. علیک السلام. از دیدنت خوشحالم. منم همینطور. تیم من به تیم تو و هم‌تیمیات پیشنهاد میکنه که اگه همین الان تسلیم بشین بهتون 50000 تا بدین. انگار حواست نیست که اون 500 تا رو قرار نیست شما ببرید. با ممه یه جمله بگم گرممه. خب ما روز 33 هم دیگه رو میبینیم دیگه. یعنی به نظر تا موقع بیشتر نمیتونی؟ نه شما تا موقع دووم نمیارید. آره بابا دوبار. به سلام علیکم اولتونه به این که الان دارین همدیگه رو میجوین بابا. خیلی خوبی. خیلی خوب بریم سر اصل مطلب. از اونجایی که طوفان زده دهن پناهگاهاتون رو سرویس کرده، تو این چالش شما باید واسه یه چادر ضد طوفان بجنگین. نه تنها ضد طوفان، ضد حشره و ضد هوا داره همینطوری بدتر میشه. واسه همین به نظر میاد همچین چیزی داشته باشی. من که میبرمش، ولی به نظرم اگه پسرا راحتی این تو رو حس کنن دیگه تسلیم یا باعث میشه بیشتر دووم بیاره. فکر نکنم. وای خدا این عالیه بچه‌ها. وقت تصمیمه. این یکی با چالش قبلی فرق داره چون هر دو تا تیم میتونن چادر رو ببرن. خودمو دارم توش تصور اینجا قشنگ واسش جا هست. تنها کاری که لازمه اینه خودتون رو حذف کنید. یعنی اگه جولیا قبول کنه دیگه نمیبینمش که کار واسه من سخت‌تر میکنه. چون چالش قبلی رو خانوما بردن پس اول اونا تصمیم میگیرن. نه جولیا قبول نکن. آیا خودتو حذف میکنی تا تیمت بتونه این چادر رو داشته باشه یا نه؟ بله این کارو میکنه. تو روحت باشه. خب به نظرم میرسه که دیگه خودم و خودم. خدایی تنهایی تو جنگل شبی نصف شب یومی در چادر رو آقا خرسه زد گفت سلام. واقعا باورم نمیشه همچین کاری کردی. حالا نوبت توه. کدوم مهمتره ها؟ تو یا اون چادر؟ باشه تیمم. ممنون که اومدی. ممنون از شما. عین اون اسکولا. صبر کن. متوجهم که این شانس بزرگیه واسه تیممون و برنده شدنش، اما کاش حداقل میتونستم بغلش کنم و ازش خداحافظی کنم. خب این کاملا ضد آب نیست. اگه اون چادر رو داشتیم حتما برنده میشدیم. اعصابم کلا ریخت بهم. دم پل وقتی فدرا اومده بود چادر چاخشورش رو ببره، تیجه یواشکی قایم شده بود تا جاسوسی کنه. وایسا این امکان نداره. چیزی که فهمید واقعا مهم بود. خیلی عجیبه که فقط یه نفر رو واسه جمع کردنش فرستاده باشن. پس حالا دیگه میدونیم فقط یه خانومی باقی مونده که این یعنی نمیتونه ما دوتا رو ببره. باید حتما اینو به پاتریک بگم. پاتریک بیداری؟ من یواشکی اونجا وایسادم و فهمیدم فقط یه نفر ازشون مونده، همونی که با تو چالش داشتش. و ما هم 2 نفریم بدون چادر و با غذای کمتر. خب حالا که اینطوری داری میگی فکر کنم تصمیم اشتباهی گرفتم. خب ترجیح میدادی چادر رو داشته باشی یا منو؟ 100 چادر رو. بیچاره تیجی انگار اطلاعاتی که دم پل به دست آورده نشون میده که وضعیتشون به فنای عضو رفته. راشمون تیجی یه پناهگاه بی‌نقص رو رد کرد و دست خالی پا گذاشته برگشته اینجا. اگه چادر رو گرفته بود 100% می‌بردیم، چون اینو همه میدونیم که پناهگاه خوب همه چیز. اونور توی کمپ دخترها فدرا رسما داشت جور یه تیمو میکشید. بعد چادر جدیدشون رو فقط تو چند ساعت تنهایی برپا کرد. نگاش کن بی‌نظیره. اینو زدم که اگه براتون سوال شد کی قراره ببره جوابشو بدونید. اینجا دما مناسبه، خبری هم از حشرات نیست. اینقدر جا زیاده که اصلا نمیدونم باهاش چیکار کنم. در حالی که اینور جا زیاد بود، اونور پسرا همدیگه رو داشتن تا به کمک هم بتونن به اون $500,000 برسن.
شاید تو چادر داشته باشی اما تنهایی. ما اینجا تو کمپمون 2 نفریم و این یعنی میتونیم هر چقدر خواستیم معاشرت کنیم. مطمئنم بعد چالش سوم جا میزنیم. حتما داداش. آشنایی و وقت گذروندن با موجود دوست داشتنی مثل جولیا سعادت بزرگی بود. کاش نمیرفت، اصلا حیف شد. خیلی ولی خب اون طرف پسرا کم کم داشتن جون میگرفتن. اومدیم که خرچنگ شکار کنیم. اینجاست که آقای پاتریک کلوف وارد عمل میشه. عمرنات فکر نمی‌کردم کارشون ثمری هم بده. اینم اصلا یه لاک پشت سفید پفید داره. اما در حینی که پسرا داشتن عشق حال می‌کردن، فدر روحیه چندان تعریفی نداشت. دلم برای ارتباط فیزیکی با آدم‌ها تنگ شده، همین که بتونم یه نفر رو بغل کنم یا حتی فقط باهاش دست بدم یا با هم بزنیم قدش. آره کسی نیست بزنیم قدش آخه. واقعا این خیلی مهمه. من همیشه تو محل کارم بچه‌ها میگم خیلی با هم ارتباط بگیرید، خیلی همدیگه رو بغل کنید، خیلی همدیگه رو در آغوش بگیرید، چرا که عشق دادن مخصوصا از راه چشم، از راه گفتن، از راه تاچ کردن، لمس کردن باعث میشه اصلا کارتون رونق بگیره و همه چیز روی روال بیفته و این عشق دادن، عشق گرفتن خیلی مهمه. الان نگاه کنین اون 2 نفرن یواش یواش دارن با کمک هم میان بالا، اما این تفلک با اینکه حتی چادر لاکچری و مدلی هم داره عذاب میبینه یه نفری. خیلی تنها شدم، حیف شد. تنهایی به فدرا فشار آورد تا اینکه شروع کردن اسکولا با خودش حرف زدن، هرچند که وضعیت تیم پسرا داشت بهتر و بهتر میشه. وای حاجی نگاه مال منم همین قدیه. عزیزم یه چی بگو تو دهنت بهت چرخه. داشین 160 سانته. ببخشید 190. واسه فردا که روز چالش این ماره به درد صدا بردار من علیرضا سالارکیا میخوره. بسیار از مار بدش میاد، دم لونش هم سبز میشه. اگه اونجا بود این یه دونه ماره رو نمیتونست بخوره، در میرفت و قطعا انصراف میداد. ادامش ببینید. خیلی هیجان زدم. واقعا امیدوارم این دفعه بریم و دست پر برگردیم. دوست دارم هر چیز زودتر تموم شد برگردم پیش خانواده‌ام. حالا خواهید چه اتفاقی روابط میفته. تیجه یا پاتریک داشت افلاطونی میشد. دقیقاً میدونستم چه چالشی رو واسه روز سیوم انتخاب کنم. ببینم کاپیتان تیم کیه؟ شمایی؟ اتفاقا منم پرسیدم ولی کسی نبود جواب بده. چاره‌ای ندارم دیگه خودمم. خب تو روز 10 رفتی، تو هم روز 20 کی قراره واسه روز سیوم بیاد ها؟ پاتریک نوبتی میریم. دعا کن. برو پسشو بزن. گل دادن رو گذاشتیم سر جاش، یه خط درست حسابی کشیدیم. از آخرین باری که همو دیدید 20 روز میگذره. دقیقاً توقع نداشتم دوباره ببینمه. این پسره که موهاش انگار تو چرخ گوش رد کردن شبیه رودگوریله. چی؟ رودگولیت. یه بازیکن فوتبال قدیمی که مال دوره ماست، شما یادتون نمیاد. واو! بابا آماده این که با چالشمون روبرو بشیم؟ آره قربان. خب جریان از این قراره. خانواده تمام شرکت کنندگانی که تا الان تو بازی حضور داشتن آوردیم اون سمت جنگل و شما میتونید انتخاب کنید که شما خانواده‌تون رو ببینید یا بقیه اعضای گروهتون خانواده‌هاشون رو ببینن. میدونی من یه پسر دارم که هر طور شده باید ببینم. پس فکر کنم خودم رو انتخاب میکنم. آره. پدرا داشت سعی میکرد که پاتریکو فریب بده تا نفهمه هیچ هم تیمی نداره. تو چی؟ تو هم خودتو انتخاب میکنی یا گروهتو؟ بگو ببینم. بعد شما ببینم. منم میگم خودم. عالیه. تصمیمات گرفته شدن. سوار بارگرد رو بیاریدشون. عزیزم چقدر از دیدنت خوشحالم. بگو چالش مستر پیس. بسم بریم. سلام خانم کوچولو. دلم خیلی واسه مادر و پسرم تنگ شده بود. خانواده‌ام اصلی ترین دلیل و انگیزه من برای اینجا بودنه و البته موندنه. انگار که یه جون تازه گرفتم دوباره. واقعا خوشحالم که اینجا. منم فقط میشینم اینجا با قصه میخورم. امروز حالم خیلی یارو که شبیه ادریان برادیه اصلا مشخص سینگل به گوره بیچاره، هیچ کس نداره. روبرو نیست. یکم نشستم به چالشی که گذشت فکر کردم. میدونید چقدر بابتش ممنونم اینکه تونست بیاد و ببینمش. حالا که اونو دیدم خیلی دوست دارم برگردم خونه. من که هیچ جا نمیرم. وقتی فهمیدم پاتریک میخواد خانواده‌شو ببینه خیلی نگران شدم. برای چالش بعدی آماده. ولی انگار همین باعث شد بهش برعکس انگیزه بده واسه برد. قطعا دیگه از پسش برمیام چون به هم اعتماد داریم. اتفاقا همین قراره ثابت کنه که یه دوستی خوب و سالم چقدر از تنهایی کار انجام دادن مهمتره. آره بچه. آقا این حقه که اگه تنها نباشی حوصله‌ات سر نمیره، اما تنهایی هم خوبیای خودشو داره. نمیدونم اصلا میتونم این همه رو بخورم یا نه. من انقدر اینجا غذا و خوراکی دارم که فکر نکنم هیچ وقت کم بیاد. پس تا آخرش هستم. آقا شاعر میفرماید هر کسی بار خودش کار خودش، آتیش به انبار خودش. تا اینکه شب شده واسه پسرمون مهمون ناخونده اومد. چی شد؟ چی بود؟ یه چیزی اون بیرونه. اوه
تکون نخور. یعنی چیه؟ من که میگم اجرای کومودو یا گوریله یا خرسه دیگه. غیر از این توی جنگل آمازون بردتشون، معلومه دیگه چی داره اونجا شب میاد. خرسه؟ ببینیم چیه. وقتی سپیده زد تیجی از خودش شجاعت نشون داد و اومد بیرون تا ببینه اون صدا از کجا بود. بله مشخصا جای چنگه خرسی. رفتیم دوربین دید در شبمون دیدیم واقعا یه خرس اومده بود پشت پناهگاه آقایون. معلوم نبود میخواد کیو چی کار کنه. حاجی دیشب یه خرس اومده بود دم درمون. شاهکاره. و برخلاف اطمینانی که دیروز پاتریک موندنش داشت، من که هیچ جا نمیرم. این ملاقات غیر منتظره کاری کرد که امروز به شک بیفته. خانوادمو دیدین؟ اون خرسی تلنگر به زد که من اهل اینجور کارا نیستم. کلا نمیدونم میدونی یا نه، ولی من تیجی ام حاجی. ای تیجی بیا بشین حرف بزن. جونم بفرمایید. من و تیجی شروع کردیم به صحبت کردن. خیلی منطقیه که من زودتر برم تا تیجی بتونه با قصه بیشتر کارو تموم کنه. این که بهم گفت کارو میسپره به من و میره و تنها میذاره واسم سنگین بودش. آره چون که اون از پسش برمیاد. بذار تماس بگیرم. پاتریک صحبت میکنه از گروه آقایون، من از رقابت کناره میگیرم. جختی اومدم از اونجا که لوگان پاول و کی اس آیم تو ماشین بودن اونا رو با خودم بردم. حاجی اینجا آریه، اگه بخوای تو طبیعت آزاد بگردی اینجا بهترین جاست واسش. میگم داشت چطور اینجا گم نمیشه. زهر مار چته؟ او نه هیچ شاجی ولش کن من کس بود. هی پاتریک مطمئنی که میخوای بری؟ آره به نظرم الان که قصصیات زودتر برم. میتونم ببینم چقدرش مونده؟ آره بابا خونه خودتونه. بزن بریم سر گاف صندوق. خیلی خب حالا که اون داره میره به نظرت این آذوقه تا چه روزی کفایت میکنه؟ خب به نظر من تا روز 60 مثلا چالش 6. به نظرت اون ور دخترا تا کی قضا دارن؟ اونا که تا چالش 5 تسلیم میشن بابا. ردخور نداره. اون تا همین الانش هم 2 هفته تنها بوده. من تازه روز اولمه برتری با ماست. تنها شدم. پس حالا که هر دو تا گروه فقط یک شرکت کننده داره، اونا جفتشون باید با تنهایی و بیکاریشون بجنگن تا بالاخره به اون 500,000 دست پیدا کنن. همون موقعی که تیجی داره حیوان شکار میکنه که شکمش کشته نمونه. عجب ماهیه. فضا اونا رو حیوان خونگی کرد. پرنسس شرلی کوچک. با این حال هیچ کدومشون کوچکترین نشونه‌ای از تسلیم شدن تو خودشون نداشتن. و اما باعث شد برسیم به روز 40 که دقیقاً مساویه با یه چالش دیگه. خوش برگشتین. 10 روز دیگه رو گذروندین. خیلی ها اصلا واقعا تصورش بکنین 40 روز توی جنگل، حالا یه غذای کنسروی هم بهت دادن، تنهایی، اصلا فکر کنم اصلا گوشه تلفن همراه ندارن، فضای مجازی رو نمیرن، تلویزیون ندارن، هیچی. حالا شب احتمالاً یه چراغ موشی دارن که روشنی بهشون میده و خیلی ترسناکه. حالا اگه یه نفر دیگه با آدم باشه، 2 نفر باشن، 2 تا آدم جوکی میگه، خاطره تعریف میکنه، آدم زندانی میشن دیگه، حرفی میزنن فلان اینا. ولی بنا باشه که مثلا هیچ کی هم نباشه، آدم خلوچل میشه. اصلا شب اصلا خوف داره خداییش. خرس هم بدونی که میاد بالا سرت هیچی دیگه، بعد تسلیم خرسه بشی دیگه، یا بکشتت یا ببینیم ادامش. ببینیم الان آبجی واقعا گل کاشی که این همه مدت تو تنها بودی. ولی خب جدی فکر میکنی بتونی منو ببری؟ چون خب ما آذوقه رو که داریم، اینم یعنی اونجا کاری نداریم و اصلا مهمتر اونور داره بهمون خیلی خوش میگذره. بابا حوصله‌ام ساچی. من نمیخوام الکی سیس بیام و بلوف بزنم که آره من تا 90 روز میتونم برم و کاری نداره و اینا، چون دوست ندارم خودخواهی. ولی آخه دیگه 20 روز 30 روز لینکلن چی پس؟ فکر نکنم استفاده از اسم عزیزانه یه فرد هدف تهدید کردن اون فرد به هیچ عنوان کار قشنگی باشه. من هر کاری که لازم باشه رو انجام میدم. جذاب شد. این که الان چه چیزایی بهم بگی قرار نیست روی موندنم تاثیر بذاره. میبینی. خب وقت چالش روز 40 به جفتتون یه آیتم به درد بخور نشون داده میشه. اگه میخواینش رو تختتون بنویسید اشتمال شما شه. البته که اگه تیم حریف اونو نوشته باشه کلا حذف میشه. این یعنی باید کنار بیایید و یه چیزی بدید تا بتونید چیزی بگیرید. اولین آیتممون چوب ماهیگیریه با همه لوازم و چیز میزای اضافهش. هیچ کدومتون جرأت اینو ندارید که بدید بره تا بعدی رو بگید. جفتشون نوشتن قلاب ماهیگیری. شروع خوبی نبود. آیتم بعدیمون دستمال مرطوبه که تو ساخت این ویدیو بهم کمک کرد. دستمالای مرطوب با کیفیتی هستن که 99% پیپیرم پاک میکنه، چه برسه به عرق. چقدر با تراوته. این تصمیم میتونه سخت‌ترین تصمیم گیری عمرت باشه. نه تنها دستمال توالت بی‌نظیریه، بلکه میتونی اصلا باهاش چرک کنی تو حموم که این دوتا خیلی بهش احتیاج دارن. تیجی میخوادش، اما فدرا چی نوشتی؟ هیچی. تبریک میگم، مال شما، بگی دستت. من دستمال مرطوب دارم. شماره 3
سوم هم دستمال مرطوب بیشتره. چون اسپانسر ویدیوه. نظرت راجبش چیه؟ خیلی خوب تمیز می‌کنی. بکش پشتت واسه رشدت. خب حالا وقت رأی‌گیریه. چیزی نوشتی؟ خب ننوشته. بفرمایید اینم دستمال مرطوب شما. یه تبلیغی هم بکنیم 1 قرون 2000 بره تو جیب ما چون مفلسیم. آره میتونید از مغازه و سایت‌ها این دستمالا رو بخرید. آره دیگه دستمال توالت عادی نخر. اون مال بدبختاست. فرصت تمیز کردن خودشون بعد از 1 ماه خیلی بهشون حال روحیه داد. اما هنوزم فقط یکیشون قراره برنده بشه. دیدی گفتم همون ندارن. من میگم شما باورتون نمیشه. بعد آخرش با دستمال مرطوب بعد خودشونو بشورن. اصلا اینکه بری مثلا ما اصلا 2 روز یه بار، یه روز یه بار اصلا اگه روش نگیریم دیوونه میشیم. حالا میگن الان ثابت شده که یه 2 روزی فرصت بدید به بدن، اصلا اون چربیای مو و این چربیای بدن لازمه برای بدن. 3 روز یه بار 2 روز یه بار دیگه حتما بعد دوشو بگیریم وگرنه دیوانه آدم میشه. یعنی زیر اون آب دوش شما نری خودتو با لیف و اینا نشوری اصلا حال نمیده. فکر کن دستمال مرطوب ایزی لایف بکشی به خودت فایده نداره که. اینم اون وسط باز تبلیغ سوسکی کرده. به قول خودش 1 قرون 2000. آخه تو مگه کم در میاری بشر؟ اما به لطف استراتژی دخترها و تون خارج شدنشون پدرا اصلا از لحاظ آذوقه مشکلی نداره. میگن چقدر دیگه انرژی واسه یه موندن داری. منم میگم اونقدری که اونا دیگه تصمیم بگیرن که دیگه ادامه ندن و تسلیم بشن. هر روزی که میگذشت اعتماد به نفس تیجی برای بردش بیشتر میشه. دیگه تقریبا مطمئنم همه چی سر چالش پنجم تموم میشه. یعنی اگه بعدش بازم ادامه پیدا کنه واقعا غافلگیر میشم. مغزم، روحم و قلبم همگی دارن به سوی چالش پنجم. با این حال که تعداد هر دو تیم به 1 رسیده، فدرا و تیجی بازی میکنن خیلی سیجی و برای بردن جایزه تا میتونن میجنگن. اما برای تیجی زمان داشت کنتر میگذشت. امروز دارم 2 برابر جیره معمول برنج میخورم. اونم فقط واسه اینکه برای روز بردم انرژی فوق‌العاده‌ای داشته باشم. حالا باید مرد عمل خودشو نشون بده. چالش روز پنجم مزاق تیجی خوش میاد یا نه؟ شرکت کنندگان عزیز تشریف بیارید. نتونستم امروز اونجا باشم. قیمت غیر موجه دارم. الان ویدیو یه هفته تو غار رو داریم ضبط میکنیم. واسه همین الان هولوگرام هم اونجاست. غار خوش میگذره؟ وای عجیب فنا رفتیم. فضاش خیلی خشک و خشنه. باور کنید شما چند وقتی بود همو ندیده بودین؟ حرفی سخنی دارین؟ باشه. فکر میکنین چالش روز پنجم چیه ها؟ روحم خبر نداره. فقط یه جعبه میبینم که روش نوشته آذوقه. بله واسه روز 50 دوام آوردنتون رو جشن میگیریم و به جفتتون کیف میگیریم. ایول! ولی عمران نمیدونیم به این سادگی ها هم نیستا. هر کدومتون یه پک کامل از مزه‌های مختلف شکلات رو میگیریم. این شکلات خودمه. سنده سگمو میذارم جلو آفتاب خوش بشه بعد شکر میذارم میدم تو بخوری. همین آسونی. همین برگردی به پناهگاهتون از شکلات لذت ببرید. عالیه. روز 60 میبینمتون. واقعا بعد از 50 روز آدم شکلات بخوره از اگه سنده سگ خوش شده شکردارم باشه اوکیه. از کافی دور شده؟ آره. خیلی خوب. چند چیزی که اونا نمیدونن اینه که توی یکی از اون شکلات‌ها یه نامه است که بهشون میگه برگردن به پل تا یک کیسه غذا به اندازه 3 روز بگیرن. نشونشون بده عمو ببینه. حالا دیگه باید بشینیم و ببینیم کدومشون زودتر پیداش میکنه و این جایزه رو میبره. چند روز دیگه میبینم چند عاشقتم. وایسا. تو هم بهم بگو. نگفت بیشور. چالش پنجم. کلی شکلات خوشمزه گرفتیم ولی خب اینا شکلاتن که این یعنی آب میشن. واسه همینم باید یه راهی واسه نگه داشتنشون پیدا بکنم. فکر کنم الان یه بسته دیگه هم بخورم. میدونم زیاده روی به نظر میاد ولی واقعا دوستش دارم. بعد هر وعده غذاییم یه تیکشو میخورم. اینطوری میتونه منو تا چالش بعدی بکشونه. روحیم الان بعد از چالش پنجم رسیده به سقف. میدونی اعتماد به نفس تیجی چسبیده بود به سقف. برای همین توی انتخاب آذوقه‌ها سختگیر شده. فکر کنم تو جیره بندی غذا و شکلاتو دارم خوب عمل میکنم چون کار عاقلانه همینه. واسه همین ذخیره‌شون میکنم. واقعا هم ذخیره کرد. جوری که 3 روز آینده رو بدون اینکه حتی به این بسته شکلات دست بزنه گذرون. اما بعدش بالاخره تو روز 57م طعم مورد علاقه‌شو پیدا کرد. شکلات با طعم پرجوب زمینی. وایسا ببینم این دیگه چیه. یه چیزی توشه. حالا که داری اینو میخونی به اندازه 3 روز غذا روی پل هست. اما فقط برای اولین کسی که به اونجا برسه بزن بریم بابا. این شکلات بمونه واسه بعدن. اندازه 3 روز غذا. خیلی خوبه. داری میرسیم. دختره رو نمیبینم بس. میتونه نشونه یه خوبی باشه. خب انگار بردنش. لعنتی. توف توش. فدرا این چالشو برد چون 4 روز پیش همچین اتفاقی افتاد. غذا به اندازه 3 روزه. اوه پشه برگام. این هنوز اینجاست که ممنونم بچه. هی فدرا تا نیست که بخواد پوزشو بده. خیلی حس بدی دارم الان. انگاری که واسه هیچی دویدم. انگاری بی دلیل اومدم. این مثلا که تیجی این دهشه بشه نشه. یکی از این دو شرکت کننده قراره واسه تیمشون آخه $500,000 به جیب بزنن. واقعا مرد و تفلکو همیشه یه فاز عقب از این زنا. یه فاز عقبن خدا وکیلی. چندین پله عقبن از زنا.
در حالی که تیم مقابل فقط یکی 2 ماه وسط حیات وحش گذرونده و هل پوک نمیبره. نمیتونم اینجا رو خیلی ترک کنم برم بیام، چون کالری زیاد میسوزونه و این خیلی کار ریسکیه. دیگه آخرین شیشه های آذوقه‌م هم داره کاملا تموم میشه. مرده اولش یه ذره بالاخره یه پره گوش روش بود، ما الان هرچی میبینیم همش پوست و استخونه دیگه مثل شیره‌یا شده بدبخت. برای من خیلی سخت بود که بخوام اینجا تنها باشم. اینجا هر روزش سخته. به نظرم دیگه داره روم تاثیرات خودش رو میذاره. امشب شب 59 و من فردا رسما آذوقه‌م تموم میشه. فقط دعا میکنم که جایزه فردا کلی غذا باشه. هنوز نمیخوام تسلیم بشم. وقت برگزاری چالش ششمیه. خب شما هم تو روز 40 و 50 دیدین. امروز هم که میشه روز 60 و بازم شما دوتا. اون غذای 3 روز خوشمزه بود. اتفاقا میخوام بپرسم شکلاتات خوشمزه؟ ببینم چه حسی داری؟ 10 روز دیگه میمونی؟ معلومه که آره، 10 روز که چیزی نیست. چالش روز 60 آسونه. جفتتون هر چیزی که میخواید اون رو بنویسید. بعدش باید نوشته‌هاتون رو به هم دیگه نشون بدین. و اگه جفتتون تایید بدید میتونید جفتشون رو داشته باشین. ولی اگه یکیتون بگه نه جفتتون هیچی نمیگیرین. میتونی یه چیز خیلی بزرگ بنویسی که احتمال قبول کردنش کمتر میشه، یا میتونی یه چیز کوچیک‌تری بنویسی که احتمال قبول شدنش بیشتره. چیزی که می‌خوای نوشتی؟ خب تو چی کامل نوشتی؟ بله. 3 2 1 برگردونید. فدرا نوشته لوازم نقاشی. نتیجه یه آشپز خصوصی میخواد که با مدت زمانی 1 هفته روزی 2 وعده درست کنه، اونم با تمام ادویه‌ها و مزایای لازم. آیا تو درخواستتون تایید می‌کنی؟ بله. خب تیجی درخواست تو رو قبول میکنه. خیلی لطف میکنه. حالا شما این درخواست آشپز خصوصی داشتنش به مدت 1 هفته با تمام ادویه‌ها و مزایای لازم رو قبول میکنی؟ من فردا رسما آذوقه‌ام تموم میشه. وای خدا، واقعا دوست داشتم که قبول کنم اما نمیتونم، تاییدش نمیکنم. چی گفتی؟ خوشا سیدم بادم میشینی. اینم از روز 60 هر چقدر دوست دارین صحبت کنید. تو 10 روز آینده موفق باشی. بریم واسه روز 70. آره. باشه. خدافظ. میبینمت. من اینجا از لحاظ فیزیکی و خوراکی مشکلی ندارم. تنها چیزی که هست بعد روانیشه. اینم از این. امید و آرزوی همه حالا رو دوش من بود. فکر کنم دیگه وقتشه که بذارمشون زمین. شاید ناامیدشون کنم. من واقعا میخوام برم خونمون. دیگه به اندازه کافی اینجا بودم. واقعا سخته. اول یادتونه روی عدد 30 من گفتم سخته، 30 40، الان 60 70 خیلی سخته. همین الان یه تماس با هم گرفته شد مبنی بر اینکه یکی میخواست انصراف بده. اون آدم الان توی این ماشین نشسته. تیما رو بیارین اینجا. همه شرکت کنندگانی که تا اینجا اومدن میخوان ببینن که این 500,000 تا سهم اونا هست یا نه. برنده مسابقه ما آقایونه یا خانوما؟ حالا اون بازیکنی که از بازی خارج شده خودشو نشون میده. پسرا باختن و دخترا برنده شدن. دلمون نمیومد بذاریم دست خالی برید خونه. واسه همین بهتون نفری 10,000 تا تقدیم میکنیم. فدرا هنوز تو چادر نشسته و رویش هم خبر نداره که بازی رو برده. فدرا بابا اونجایی؟ برگشتی؟ بیا سری کارت دارم. یه کوله پشتی پیدا کردم دور و بر این برای توئه. میتونه باشه. دور گفتم بابا شما برنده شدی. واقعا دلم خیلی براتون تنگ شده بود بچه، هر روز بهتون فکر میکردم. اگه بودم همه این جنگلا رو علفا رو میخوردم تا این پوله رو ببرم، نمیذاشتم اینا برنده بشن. خدا وکیلی عجب پولی بردن خانوما، دمشون گرم. ولی همتون نفری 100,000 دلار برنده شدین. تیم بلتون پسرا. سلام. خب اینم از این چالش و این برنامه مستر بیست که من خودم خیلی لذت بردم و هم موقع دوبلش خیلی برام فان بود، باحال بود. همین که 2 مرتبه که نشستم دیدمش برای اینکه حالا ریاکشن هایی بدم بابت داستانی که داره اتفاق میفته. فکر میکنم که واقعا ویدیو خیلی قشنگی بود و شما هم حتما لذت بردین. امیدوارم که اتفاق افتاده باشه. منو حتما لایک و سابسکرایب بکنید و کامنت هم فراموش نشه که ما بدونیم راهمون راه درستی و شما ما رو دوست دارید. دوبله های ما رو هم دنبال بکنید. من تمام تلاشم این هستش که با تیم حرفه‌ای این در واقع فایل ها رو براتون و این ویدیوها رو براتون دوبله بکنم و منتظر باشید که به هر حال ویدیوهای بعدی مستر بیست و ایزن ویدیوهای دیگری هم در نظر دارم برای دوبله اینجا براتون تو این چنل میذارم. شما هم دنبال بفرمایید. خدا نگهدار.